با شکلات شروع شد. من یه شکلات گذاشتم تو دستش، اونم یه شکلات گذاشت تو دست من. من بچه بودم، اونم بچه بود. سرمو بالا کردم، سرشو بالا گرفت. دید که منو میشناسه. خندید. گفت دوستیم؟ گفتم دوست. گفت تا کجا؟ گفتم دوستی که تا نداره. گفت تا مرگ. خندیدم و گفتم من که گفتم تا نداره. گفت باشه، پس تا پس از مرگ. گفتم نه تا نداره. گفت قبول، تا اونجا که همه دوباره زنده میشن، یعنی زندگی پس از مرگ. بازم با هم دوستیم، تا بهشت، تا جهنم، تا هر کجا که باشه من و تو با هم دوستیم. خندیدم گفتم تو براش تا هر جا که دلت میخواد یه تا بذار. اصلا یه تا بکش از این سر دنیا تا اون سر دنیا. اما من اصلا براش تا نمیذارم. نگاش کردم، نگام کرد، باور نمیکرد. میدونستم اون میخواست دوستی ما حتما تا داشته باشه. دوستی بدون تا رو نمیفهم. گفت بیا برای دوستیمون یه نشونه بذاریم. گفتم باشه، تو بذار. گفت شکلات. هر بار که همدیگه رو میبینیم یه شکلات مال تو، یکی مال من. باشه؟ گفتم باشه. هر بار یه شکلات میذاشتم تو دستش، اونم یه شکلات میذاشت تو دست من. باز همدیگه رو نگاه میکردیم. این یعنی دوستیم. دوست. من تندی شکلاتم رو باز میکردم و میذاشتم توی دهنم و تون مک میزدم. میگفت شکمو، تو دوست شکموی منی. و شکلاتش رو میذاشت توی صندوقچه کوچولوی قشنگ. میگفتم بخورش. میگفت تموم میشه. میخوام تموم نشه، برای همیشه بمونه. صندوقش پر از شکلاتای شده بود که هیچ کدومشون رو نمیخورد و همشون رو من بهش داده بودم. من همه شکلاتامو خورده بودم. گفتم اگه روز شکلاتاتو مورچه ها بخورن یا کرما، اون وقت چی کار میکنی؟ گفت مواظبشون هستم. میگفت میخوام نگرشون دارم تا موقعی که دوست هستیم. من شکلاتمو میذاشتم توی دهنم و میگفتم نه تا نداره. دوستی ما تا نداره. 1 سال، 2 سال، 4 سال، 7 سال، 10 سال، 20 سال شده. اون بزرگ شده، منم بزرگ شدم. من همه شکلاتامو خوردم، اون همه شکلاتاشو نگه داشته. اون اومد امشب تا خداحافظی کنه. میخواد بره اون دورا. میگه میرم اما زود بر میگردم. من که میدونم میره و بر نمیگرده. یادش رفت شکلات به من بده. من که یادم نرفته. یه شکلات گذاشتم کف دستم. گفتم این برای توه و برای خوردنه. یه شکلات گذاشتم تو کف دست خودم. گفتم اینم آخرین شکلات برای صندوقچه کوچیکت. یادش رفته بود صندوقی داره برای شکلاتاش. هر دوتاشو خورد. خندیدیم. میدونستم دوستی من تا نداره. میدونستم دوستی اون تا داره. مثل همیشه. خوب شد همه شکلاتامو خوردم. اما اون هیچ کدوم از شکلاتاشو نخورد. حالا با یه صندوق پر از شکلات‌های نخورده چیکار میشه کرد؟